روزی نیکیتا خورشف، نخست وزیر سابق شوروی، از خیاط مخصوصش خواست تا از قواره پارچه‌ای که آورده بود برای او یک دست کت‌شلوار بدوزد. خیاط بعد از اندازه‌گیری ابعاد بدن خورشف گفت که اندازه پارچه کافی نیست. خورشف پارچه را پس گرفت و در سفری که به بلگراد داشت از یک خیاط یوگسلاو خواست تا برای او یک دست کت‌شلوار بدوزد. خیاط بعد از اندازه‌گیری گفت که پارچه کاملا اندازه است و او حتی میتواند یک جلیقه اضافی نیز بدوزد. خورشف با تعجب از او پرسید که چرا خیاط روس نتوانسته بود کت‌شلوار را بدوزد. خیاط گفت قربان، شما را در مسکو بزرگتر از آنچه که هستید تصور میکنند. اگر خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید، فراموش نشه. قربونتون برم من.